أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. يصل من ماء السلالة نسل الحيوان وركبه في الإيجاد كما يريد وحس بكمال العقل من استفى من العبيد ومنع من خذله بمشهده وهو عن طريق الحق يحيي قدر على خلقه ما أراد ولا يكون حقه ما يريد هؤلاء ملوك وأبعث من أهل التوحيد وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المختار المسيب ابن آدم وهيكة الخالق من خلق وتأسي من خول ومن بإنعامه نعم له ومن بتيسيره يسر لك من سواك نطفة من سواك مزغة من نفخ الروح لك من أخرج العين وسخر لك فيها الآدمية والملك من أوقد في قلبك مصباح العقل حتى عرفت ما عليك ولك ازرع بذر التوبة وأسقها بماء العبرة قبل أن تهلك ومن هلك. نسأل الله العظيم المولى الكريم أن يتداركنا برحمته وأن يميتنا مسلمين ويغفر لنا برحمته وهو أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله المولانا العظيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه سید اوصیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر قاتل و ضارب فاطمه الزهرا می بود او مسلمانها به شما عقل اجازه می دهد نقل اجازه می دهد که دختر فاطمه الزهرا را در عقد حضرت عمر بیارن. غیرت و شجاعت و همت و حضرت علی اجازه می داد که ضارب کبود کننده پهلوی فاطمه را دختر فاطمه را به عقد نکاح او بدن. این هم حرف الکی نیست. اولاد حضرت علی از فاطمه الزهرا 4 نفر از ایشان امام حسن، امام حسین، زینب کبرا ملقب به عقیلا، زینب صغرا هست که منکا هست به ام کلثوم. باز درباره نکاح ام کلثوم حرف میزند. ابن شهر آشوب از کتاب امامت ابو محمد نوبختی روایت کرده ام کلثوم را عمر ابن خطاب تزویج کرد. عمر ابن خطاب تزویجش کرد. 17 هجری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ازدواج کرد، دارای 2 فرزند شد. و در کتاب فروع کافی باب عده نوشته است که زنی که شوهرش فوت کند کجا عده بگذراند؟ حضرت امام حسین میگوید که هر کجا عده بگذراند عیبی ندارد.
میرود در خانه اون شوهر متوفا یا به خانه پدرش. البته مسئله فقهی بین آنها فرقی دارد. اگر خانه متوفا امن باشد عده باید اونجا بگذرانند. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه می فرماید که روز وفات عمر حضرت علی آمد در خانه عمر و دست ام کلثوم را گرفت و به خانه خودش برد. 2 بچه داشت، 2 پسر. سندهای معتبر شیعه و سنی. باز حضرت علی رضی الله تعالی عنه بعد از فاطمه الزهرا ازدواج متعدد کرد. در همین کتاب 27 اولاد حضرت علی دختر و پسر داشتند. 4 تا از فاطمه الزهرا. کوچکترین دختر فاطمه الزهرا در عقد نکاح حضرت عمر ابن الخطاب هست و فرزندان خود را مسما به عمر، ابوبکر، عثمان در همین کتاب نوشته. فرزندان حضرت علی ابوبکر و عمر و عثمان. فرزند امام حسن عمر نام دارد. این چقدر رحمه بینهم بود سروران گرامی. این بهتان عظیمی هست و اگر از این بهتان دست نکشند خدای عزوجل فرموده است که من آزالی ولیا فقط آذنته للحرب. منتظر عذابهای گوناگون باشند که بیاره در پهلو خوابیده رسول الله، در جلوی روضه رسول الله قرار میگیرید. حضرت صدیق اکبر در آغوش رسول الله، فاروق اعظم زیر پای رسول الله دفن در روضه مقدس است و تهمت به این صحابی عظیم الشان، تهمت قتل دختر رسول الله را میزنید و دم از وحدت اسلام. این عمر از این تهمت ها سانحه دور نمی شود. به خدا قسم برای شما بد است، برای شما بد است. عمر است. او در پهلوی محمد رسول الله خواب است و پردای قیامت از قبر بلند می شود. اولین انسان رسول الله است. فرمود 2 وزیر من با من بلند می شوند، بعد من می آیم به جنت البقیع، اهل جنت را خدا بلند می کند. بعد می آیم به مکه، اهل مکه را خدا بلند می کند. شما به این انسان عظیم، به این انسان بسیار مقدس چنان تهمت عظیمی را می زنید که قاتل فاطمه الزهرا است. باز دختر فاطمه الزهرا هم در عقد نکاح او هست و حضرت علی رضی الله تعالی عنه قاتل فاطمه الزهرا را نامش را بر بچه های خود بگذارد. این انصاف هست. به خدای از انصاف بسیار دور است. و همه این بزرگان اهل شیعه نوشتن که فاطمه الزهرا وفات کرده است. سندهای بسیار معتبر، سندهای بسیار قوی و شهادت فاطمه یک واهی، یک یهودی و نصرانی روایتی آورد و این شما دیگر نقل کردید که بله حضرت عمر داغدار میکنیم. به خدا قسم حضرت عمر داغدار نمی شود. حضرت عمر در آغوش محمد صلی الله علیه و سلم. هر سال میلیون ها انسان وقتی در مواجهه رسول الله قرار میگیرند به خدا قسم شان آنها میلرزد. دست و پا را بزرگترین محدثین، بزرگترین شمشیر زنان وقتی اونجا قرار بگیرن به خدا حواسشون باخته میشه، نمیدانند چطور صلات و سلام تقدیم کنند. هزاران صلات و سلام بر روان اصحاب رسول الله، اهل بیت رسول الله باشد. خدایا ما را با محبت اصحاب رسول، با محبت اهل بیت رسول زنده نگهدار و موت بده. و ما علینا الا البلاغ.